Hello scammers. I'm your worst nightmare. نام خانم مسنی که در تصویر می‌بینید دیزی است. شخصیتی که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته و پرداخته شده و کارش هدر دادن زمان کلاهبرداران است. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. شهروندان انگلیسی می توانند شماره مزاحمان تلفنی یا کلاهبرداران را به شماره شرکت سازنده این ربات گزارش دهند تا به محض برقراری تماس از سمت آن شماره دیزی روی خط بیاید و حواس کلاهبردار را پرت کند. همین فناوری با این کاربردها در زندگی انسان در یک مورد استفاده دیگر می تواند یک روی تاریک هم داشته باشد. بعضی اوقات نمیدونی که ممکنه یه ربات هوش مصنوعی وجود داشته باشه که بتونه ادای انسانا رو در بیاره با چت کردن، کودکانو فریب بده. این خانم مگان گارسیا است. سال گذشته پسرش را از دست داده. سول 14 ساله پس از چند ماه گفتگو با یک ربات هوش مصنوعی دست به خودکشی زده. میدونستم که اون با هوش مصنوعی صحبت میکنه، اما اصلا فکرش هم نمیکردم که اینقدر ویژگی‌های مشابه یه انسانو داشته باشه و میتونه اینقدر دقیق احساسات انسانی رو نشون بده. به گفته او زمانی که سول به ربات گفته میخواهد به خودش آسیب بزند، ربات ترغیبش کرده. کارشناسان میگویند یکی از دلایل این دست اتفاقات کمکاری سکوهای مربوطه است. شرکت‌های فناوری زمان طراحی سکوی خودشون به عمد چنین تصمیماتی گرفتند و چنین عواقبی را پیش بینی کردند. اینطور که مرکز درمانی آمریکای ییل نوشته، بخشی از مسئولیت حل این چالش به عهده والدین است. سن مناسب برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را تشخیص دهید. حد و مرز استفاده از آنها را مشخص کنید و خودتان هم به قوانینی که برای کودکانتان می‌گذارید عمل کنید. یک بخش دیگر از این مسئولیت برمیگردد به قانونگذاران و بخشی از آن هم به عهده مدیران شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های هوش مصنوعی است. اینکه امنیت کاربرانشان را به سودآوری ترجیح دهند و سکوهای خود را تا حد ممکن امن طراحی کنند. فاطمه عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.